پسریم تو چرا اینقدر بیورزه‌ای؟ چرا اینقدر نادانی؟ مردم پسر بزرگ میکنن عصای دستشان باشد، برای ما کلن رو اعصاب ماست. من همسن تو بودم 1000 نفرم میبردم لب چشمه تشنه برمیگرداندم. تو هم هستی. با اینکه این کار اصلا برای من سودی نداره و چیزی جز ضرر برای من نیستش، ولی چی کارت کنم؟ یه دونه محمود آقا که بیشتر نداریم. باشه، این یه لقمه نون با پنیر و گردوی اعلا رو مجبورم با زمین بیارزشت معامله کنم. فقط به کسی نگو اینو، چون همه میدونن سر من داری کلاه میذاری، ولی چی کنم همش به خاطر این دل مهربونمه. خیلی لطف کردی، یک دنیا ممنون. خدا بزرگی کمت نکنه، هر چی میخوای خدا بهت بده. عجب کلاهی سرش گذاشتم، هیچ کس اون زمینا رو نمیخره، هیچ ارزشی نداره. عجب سودی کردم.